سلام رفقا، چطورید؟ من هستم تیرشم هستم و خوش اومدید به سلاطین سخن، سلاطین کلیپ های اینستاگرامی. خیلی وقت بود این چنین ویدیویی نساخته بودم و الانم فکر کنم پارت چهارمشه. وای 4 پارت شده، یعنی شما پارت های قبلی رو ندیدین. این بالا میذارم، این بالا میاد یه دونه کارت میاد. اگر ندیدید بعد از این ویدیو تا آخر نگاه کنید، بریم ببینید. من که تو دیسکریپشن هم لینک های پارت ها رو تک به تک میذارم. من که آخر ویدیو هم دوباره بهتون پیشنهاد میشه. فقط یادتون نره وسط ویدیو دکمه لایک رو بزنید، یه کامنت هم بزنید که بازداتون نریزه. و اگر چنل سابسکرایب نکردید چنل سابسکرایب کن، اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ویدیو. بریم. من آدما رو از دست نمیدم، آدما منو از دست میدن. من شکر خدا میکنم که واقعا کسایی که تو از دست دادن الان زندگی بهتری دارن، یعنی شانس آوردن، شانس بزرگی آوردن، وگرنه دیگه تو میموندی. و معیار فقط اخلاقه. اگه برای پول، ظاهر یا هر چیز دیگه‌ای با هر کسی رابطه داری، کسی که میگه معیار فقط اخلاقه، کسی که میگه معیار فقط اخلاقه، لامصب آرایش نمیکنه، لامصب موهاشو رنگ نمیکنه، لامصب اینجور تیپ نمیزنه. معیار چون اخلاقه، گونی هم ببوشی معیار اخلاقه. پس حرف نباش. خط چشم انگار دم خره. ایول خوب اومدی. این معیار نیست، قیمتتونه. فقط نگاه آخرش انگار چه سخنان گوهرباری گفت که اصلا زندگی ما رو تغییر داد. حالا بیا پایین، سرمون درد گرفت. باید آدمای کم ارزش رو سپرد دست آدمای کم ارزش‌تر تو بی ارزشی غرق شن. زندگیم عوض شد بعد دیدن این ویدیو، قبل دیدن این ویدیو. تعداد گوخورام داره به بی‌نهایت میرسه و چرا الان اینجوری وایساده داره سخن میگه؟ من توانایی این همه ریدن رو ندارم. عشق واقعی اونیه که تو رو با وجود همه اون گوشی دست سنگینی نمیکنه؟ بابا کی دست اون بچه گوشی داده؟ چقدر بزرگه نسبت به دستاش. بدیات بخواد. خب طبیعتا خوبی‌ها رو که همه دوست دارن. الان مثلا میخوای خودت مثلا غالب کنی، آره، با اینکه خیلی بدی داری، آره، باید ببینم. آدمی که استخونیه میدونه استخونیه. آدمی که میدونه کیه. آدمی که چاقه میدونه چاقه. آدمی که گشاده میدونه گشاده. آدمی که دماغش خوز داره میدونه دماغش خوز داره. آدمی که تو مهمونی گوز داره میدونه گوز داره. آدمی که جوش داره میدونه جوش داره. آدمی که توش باشه میدونه توش باشه. اما توی که اینا رو یادآوری میکنی میدونی یه بیشوری؟ دیگه خاطرم زندگی کجاست؟ خاطرم بابا با علی سورنا این کار نکن. علی سورنا آروم باش. علی جان آروم باش. چیزی نیست. علی آروم باش. اصلا هرزه کیه؟ وقتی اسم این 2 نفر هرزه میاد یاد چی این نفر میافتی؟ ببین. فقط یه دختر؟ دختری که زیاد آرایش میکنه عرضه است. بابا تو 16 سال تموم نشده. دختری که دیر میاد خونه عرضه است. 18 سالت عرضه توی نشده. که با این طرز تفکرت داری. هرزه تو این دور زمونه زیاده. اون کسی که خیانت میکنه، اون کسی که دروغ میگه. ولی هیچ کدومتون حواستون به این چیزا نیست. هرزه مغز توه. بچه‌ها نگاه کنید، اینا 3 نفر میان توی کلیپ، هر کدوم یه بخش از جمله میگه. این جملات خیلی سنگینه. خب انقدر این جملات سنگینه نمیتونه یه نفر بگه. بعد 3 نفر تقسیم بشن، چند نفر بشن بگه این جمله رو بگن. دست مریضا خسته نباشید میگم به تیمتون. سرمون درد گرفت. منو میکنه سب کن باز میدونم الان چرا این آهنگ، این ترک شایر گذاشتی پایان این کلیپ؟ چرا اصلا چی به ذهنتون اومد؟ همین کم بود فقط تو بهم بگی. یعنی اصلا من تا قبل از که بهم بگی اصلا نمیدونستم اصلا کلا. مسیر زندگیم عوض شد. قبل این کلیپ، بعد این کلیپ. من تو خانواده احترامات به این رفته فاطمه. چرا چی شده؟ دیشب با بابا مینا داشتیم از شمال برمیگشتیم، یه گاو اومد وسط جاده داشت همینجوری به ما نگاه میکرد. بابا من برگشت بهم گفتش که فکر کنم قیافه تو براش آشناسه. حال خوب، عشق، ازدواج تو زمانی که باید رخ میده. تلاش زیادی درجا زدنه. باغبون اگه باغشو بیش از حد آب بده، درختها تو فصلی غیر از فصل خودشون میوه نمیدن که. نکن به غیر از اینکه اینا دارن بهتون پندآموزی میکنن، شما رو نصیحت میکنن، دارن بهتون کشاورزی و باغبونی هم بهتون یاد میدن. دیگه چی از این بهتر؟ چرا مدرسه میرین؟
به اینستاگرام بچرخین خودتون دیگه، اطلاعات عمومیتون میره بالا. میدونی چی بیشتر از همه اذیتم میکنه؟ شدیم مثل الکل، هر کیو تحویل میگیریم سرش گیج میره. بابا چقدر این توی نمیخوری. حالا میبینی یعنی داری میری بخوری؟ نکش جلوی اون بچه نکش. داری سیگار میکشی؟ نه داره غذا میخوره. نه جوش آورده داره دود میده. رادیاتش داغ کرده داره دود میده. آقا چه سوالی میپرسی داره سیگار میکشی؟ واقعا واسط متاسفم، تو که اصلا سیگاری نبودی. دکترها گفتن هر کاری که با لذت انجام بچه رو بدی 5 بذار دقیقه به آوردی. عمرت اضافه میکنه. منم هر کاری که با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمر اضافه میکنن. عزیزم کجایی؟ کسی رو ندارم. ای خدا آخواستم باید دست ببریم به گلنار. سیگار روشن میکنم، درسته که 5 دقیقه از عمر من کم میکنه ولی کشیدنش با لذته، واسه همین 5 دقیقه به عمرم اضافه میکنه. یه نخ داری آنم ببین. خاک تو سرتون کلیپ درست کنید آموزنده باشه. بیشتر خراب میکنید مردمو، بچه ها رو هم خراب کردی. این چرا اینجا نشون میدن نگات میکنه؟ من فقط متاسفم واسه اون کسایی که میرن اینا رو نگاه میکنن، خب فالو دارن اینا رو. اینا هم هر کدوم پیجشون بالای 10K هست، کم و کمش بالای 10K، ویو هاشون هم بالای 10,000 تاه. همه میرن نگاهشون میکنن. خستم کردی دیگه، نمیخوامت، میخوام این رابطه رو تموم کنم. برو. پسره رو برو. ولی روزی که برگردی نه من اون آدم سابقم نه تو اون دلبر همیشگی. برو جا هست شاعر دلش از همه میگیره، میره یه گوشه میشینه میگه پشت پا خوردین ز هر کسی که گفت یار منه، چون که دیدم شب و روز در پی آزار منه. هر کسی دست محبت حلقه کرد برگردنم، دیدم این دست محبت حلقه دار منه. ما که رقصیدیم به هر سازی زدی ای روزگار، دل به تو بستیم و آخر دل شکستی روزگار. کاش میشد سرنوشت از سر نوشت، خوب بودم پس چرا کاتب برایم غم نوشت. استاد این شعر گوهربارتون رو میشه یه بار دیگه بخورید؟ من یه نوت برداری کوتاهی بکنم. میشناسین که برو بهش بگو داداش من. برو. پویان میترسم برم بهش بگم، بگه نه آبروم میره. اگه نگی یکی باید بیاد تو خواستگاری کنه. پسر تو چقدر حسرتش میمونه تو دلت مثل من. باشه؟ خوشگلی. وای چه پسری سفید. نقل یه حرفو قبول کرد. هیچ وقت نذار حرف تو دلت بمونه وگرنه دلت میپوسه. اینو یادت نره. خدا رو شکر تو رو تو زندگیم دارم که حرفای دلمو بهت بگم. رفیقی که یه رنگه. رفیق پویان چه پسر خوبی شده. دیگر بعد از او دل نمیدم به هر کسی، درود بر بی کسی. اگر زندگی مرگ است و مرگ زندگی، درود بر مرگ و مرگ بر زندگی. چند سالشه؟ اونی که هندونه میذاره زیر بغلت، پوست موزم میذاره زیر پات. حکایت خیلی هست، میگیری که چی میگم؟ میگیری که چی میگه؟ جذابیت یه مرد نه به پولشه نه به تیپشه، اوه به وایسادم های حرفشه. Biz burada buralara gəlin, günümüz günahdır, canımız gəlin. Həyat xətim paradır dəlin, sizlərin gözünə qara ağ dərin. چی من میبینم؟ رفتنت خدایا منو ببخش. دست بچه گوشی ندید. یکی دیگه کردنت. من ریدم به اون تربیت پدر و مادرت. این چیه؟
مرد، از دوری اون مرد، از خوص. وای. بعد من اینجا نشستم دارم به اینا ریاکت میکنم. پول که نباشه. داداش برو سر چهارا واسه خفگیری کن. این حرکت نزن، واسه تو بده، واسه تو بده. حرف در میاره. سیگار مورد علاقت هم نمیتونی بگیری. چه برسه به دختر مورد علاقت. امیر میدونستی من عاشق مرده غیرتی ام؟ چه طرز مویی برای خودت درست کردی؟ چه نکبت فضول تا جون درات روانی اسکل. خودت گفتی مرد با غیرت دوست دارم. ولی جدی فازتون چیه واقعا دخترم؟ عاشق مرد با غیرتی بهتون گیر میده عصبانی میشی؟ درک نمیکنم. مرسی که تا اینجا صمیمی شدید با من. دمتون گرم. یادتون نره اگر ویدیو دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید. حتما یه کامنت هم بذارید که بازدیداتون نریزه. و اگر چنل سابسکرایب نکردی حتما چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی دلم واسهتون تنگ میشه. بوس بهتون. پیس.